هذا النور شفاء صدور. به نام خداوند بخشاینده مهربان نهایت با رحم. اما بعد، آداب همخوابگی با همسر خود. اکثریت جوانان با زنهای خود مثل مردم غرب همخوابگی میکنند، یعنی زن خود را در دهانش و یا در پسش و یا در دیگر اعضای بدنش میرسند. سلام جوانان و خواهرانی که در جاده زندگی قدمهای خویش را میگذارید. اکنون درباره همخوابگی بهرتان معلومات میدهیم. همخوابگی با زن این خوبی دارد، زیرا نفس شما آرام میگیرد. هنگامی که مرد و زن با هم خانه‌داری کنند، نباید از دایره شرایط اسلامی دور شوند، زیرا باعث گناه بر آنها بوده نسبت زن ظلم حساب می شود. جوانان عزیز دقت کنید، زیرا هنگام همخوابگی وظیفه های زیرین را دارا هستید و باید اجرا کنید. در حدیث از متفقون علیه آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: هرگاه خواستید که با همسر خود هم بستر شوید، بگویید بسم الله الرحمن الرحیم. خداوندا ما را از شیطان دور بگردان و شیطان را نیز از آنچه به ما میدهی دور بگردان، یعنی به ما فرزند صالحه نصیب گردان. تسمیه یعنی بسم الله پیش از همخوابه شدن با زن گفته می شود. نکته دیگری که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: هرگاهی که در اول شب با همسر خود هم بستر شدید و پس از آن خواستید بار دیگر آن را تکرار نمایید، با گرفتن وضوء نو آغاز کنید، یعنی طهارت نو کنید و دوباره همخوابه شوید. ابن بوتا از ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت کرده است که شوخی و بازی کردن برای مرد و زن پیش از هم بستر شدن مستحب است، زیرا شوخی و دستبازی آنها تسکین جسمی مرد و زن می‌گردد. مرد و زنی که نکاح اسلامی دارند و با یکدیگر همخوابگی میکنند، ثواب زیادی را صاحب میشوند. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: هنگام هم بستر شدن با زن بسیار گپ نزنید، زیرا ممکن است که سبب لالی و گنگی فرزندتان بشود. روایت ابن اساکیر. باید تأکید شود که همخوابه شدن با زن از طرف پشت یعنی قفای زن حرام است و زن نباید به این رضاگی دهد. فقط شما می توانید در جایی که خداوند امر کرده است علاقه جنسی برپا کنید. خداوند می‌فرماید: زنهای شما کشتزار شما هستند، به هر شکلی که می‌خواهید به کشتزار خود درآیید. سوره بقره آیت 223. هیچگاه زن خود را در قفایش علاقه جنسی نکنید، زیرا پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: کسی که با زن خود لواط می‌کند لعنت شده است. لواط عملی است که مرد زن خود را در پسش می‌رسد. اکثریت جوانان با زنهای خود مثل مردم غرب همخوابگی می‌کنند، یعنی زن خود را در دهانش و یا در پسش و یا در دیگر اعضای بدنش می‌رسند، که این کار گناه و نابخشیدنی است. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند: استوصوا بالنساء خیرا، یعنی با زنها معامله خوب کنید. پس ای جوانان عزیز، چرا با زن خود مثل مردم یهود و مردم کفار همخوابگی می‌کنید؟ آخر نام همه ما مسلمان است. خداوند قوم حضرت لوط علیه السلام را برای آن نیست و نابود کرد که آنها با زن خود در قفایشان می‌رسیدند و حتی مردها با مردها و زنها با زنها همخوابگی می‌کردند. از این خاطر پروردگار نیست و نابودشان کرد. برادران عزیز، با زن خود مثل مردم بیدین و مثل حیوان همخوابگی نکنید، شاید غضب خدا شود و همه ما را نیست و نابود سازد. مادر و خواهر خویش را پیش چشم بیار و به قدر زن خویش برس. برادران عزیز، کمی اندیشه کن، آخر با زبان نام خدا را میگیری و آیت‌های قرآن را میخوانیم، پس چرا در دهان و یا در دیگر اعضای زن همخوابگی میکنی؟ آخر این کار تو گناه است. توصیه از سخن پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم است که پیش از هم بستر شدن با زن اول او را بوسه کنید و سخنهای خوب گویید و بعداً هم بستری کنید. اگر زنی که شوهرش را هم بستر شدن نماند، پس ملائکه های خداوند تعرض شدن برای این زنی که شوهرش را راضی نکرده است لعنت میگویند. در زمان رسول خدا صلی الله علیه و سلم صحابه ها از پرسیدن هیچ گونه سوال های مخفی شرم نمی داشتند، بلکه حبیب خدا صلی الله علیه و سلم نیز تأکید می ساخت که هر چیزی را که نمیدانید بپرسید. توصیه:
بهترین وقت همخوابه شدن با زن حلالی خود 3 ساعت بعد از طعام خوردن است. پس از همبستر شدن با زن خود در حال آب خنک ننوشید، زیرا ضررآور است. بهترین چیز خوردن پس از همخوابه شدن این شیر تازه می باشد. بهشتی گوهر، صحیفه 784، جلد 11. این بود معلومات مختصر درباره همخوابگی. خدا نگهبانتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.